سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم از جایی که هستین جور صحت سلامت باشین و از شما تشکری میکنم از اینکه این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد یک آهنگ بسیار زیبا از شاه فاروق می باشه. اولین بار است که ما امی هنرمند شنیدیم و بسیار صدای زیبا داره، بسیار آهنگ زیبا. تپه میگن، پشتو تپه، که امی آهنگ میخوایم که آموزش تهیه کنیم. تشکر میکنم از شما عزیزان که تا آخر ویدیو با ما می باشین و از شما معذرت میخوایم اگر تا آخر ویدیو شما کاستی و یا کمی میبینین در تهیه و ترتیب از این ویدیو. میریم شروع میکنیم دوستای عزیز. تا بندی میانیومه، زره بندی غمجنیومه. این آهنگ زیبا رو من میخوایم که از سی بخونم. این آهنگ زیبا مربوط تات بلاول میباشه دوستای عزیز، یعنی تمام نوت‌های شد هستن. اگر ما از سی بخونیم تات بلاول ما چه رقم شکل داره، یا امی سی میجر سکیل میشه دیگه. اگر ما ascending و descending داشته باشیم نوت‌هایش چه رقم شکل داره بروی پرده های ارمونیا. ساری گما پدنی سازنی دپا مگریسا. آهنگ از این می سی میجر کورد شروع میشه، کوردش اینورژن میشه. اینی پای ما میاد در لاور اکتاف ایتر. این قسم یعنی ما میتونیم از دو پره بگیریم همچنان این رقم. اینترو و انترلودش یک رقم است و از پا شروع میشه، از پای نرمال نیز میدل اکتاف، از لاور اکتاف. یک انگشت نشان میتونم. بعد از انترو آهنگ در سی میجر کورد استارت میشه و از اینجا آستایی شروع میشه. گرچه این آهنگ آستایی و انتره نداره، تقریبا کلش یک رقم است، ولی در بعض قسمت ها در پالوی آستایی یک ملودی دیگه هم اضافه شده. در حقیقت آهنگ آستایی و انتره نداره. ولی می دمرا دیریا دیدی بنده غمجنیما، چیر مهر شد چه قرار کن خوبونا. انا لبرا یک انگوشی نشان میتون. ولی می دمرا دریا دیدی تا بنده میانیما، زره بنده غمجنیما، چیر مهر شد چه قرار بکرم خوبونا. باز دیگه قسمت ملودیش است که راشا چه قرار سبود دمینی در توخویم سترگونا ده وخکو پزایبینی در توخویم. راشا چه قرار سبود مینی در توخویم سترگونا ده وخکو پزایبینی در توخویم. اینمی
همین تمام آهنگ از دوستای عزیز که هر قسمتش عین میلودی را داره، یعنی شعرش متفاوت است ولی میلودیش عین چیز است. من متاسفانه که ریتمی که دمی آهنگ استفاده شدم اون رو من ندارم، پیدا کردم نتونستم. ریتمش یک نوعی از دادره می باشه که مربوط پشتوسته و اونمون رو من نتونستم پیدا کنم. شما دوستای عزیز اگر تونستین خودتان تمرین کنین در دادره امی آهنگ زیباره. بسیار معذرت میخوایم از اینکه من در قسمت شما رو نمیتونم کمک کنم دوستای عزیز. تشکر از توجهتان.